سلام، هر کار که میکنید خسته نباشید و روزتون بخیر. مراسم گیمز کام 2026 فردا برگزار میشه. حالا شاید من ویدیو رو امروز بذارم، شاید فردا بذارم، ولی 25 آگست مراسم گیمز کام برگزار میشه که گفتن مثل اینکه یکی از بزرگترین مراسم های گیمز کامه که قرار برگزار بشه. بازیایی مثل فاینال فانتزی 7 نسخه آخر اون سگانش، ویچر 3 این DLCش که قرار بیاد، ویچر 4 شاید معلوم نیست، و مترو 2039 یه سری نمایش دارن، یه سری نمایش میگیرن و همیشه هم یه سری سورپرایز هست داخل اون برنامه، داخل اون مراسم، که باید ببینیم چی رو میخوام معرفی کنن یا چی رو نشون دادن. قبلا میخوان چیز جدیدی ازش نشون بدن. GTA 6 به فنا رفت، به فنا که والا چه عرض کنم، اون قبحش دیگه رفت که هیچی ازش نبود، هیچ گیم پلی، هیچی. این با این چیزایی که ازش اومده، یه سری دیتیل از بازی اومده بیرون، یه سری دیتیل راجع به شب و روز و نمیدونم بنزین زدن و چجوری چاقو زدن و دعوا کردن و رانندگی کردن و از اینا از بازی اومده بیرون. بالاخره متال گیر سالید 4 از انحصاری پلی استیشن 3 اومد بیرون، داره عرضه میشه، نمیدونم شده یا قرار عرضه بشه. متال گیر سالید مستر کالکشن قسمت دوم 27 آگست منتشر میشه. متال گیر سالید 4 گانز آف د پاتریوتس که فقط روی پلی استیشن 3 در دسترس بود، بالاخره نجات پیدا میکنه و ما میتونیم داشته باشیمش تا ابد. هر موقع خواستیم بهش دسترسی داشته باشیم. فکر کنم یه پچ 60 فریم و اینجور چیزاست دیگه، تکسچرها بهتر لود میشن، 60 فریم رو بهت میده و از اینجور داستانا. و خب خوبیش اینه که حداقل این بازی هست، میتونه تا ابد عمر بکنه. بتلفیلد 6 اومده توی بازی، بتلفیلد 6 و قسمت مولتی پلیئر و کمپینش رو رایگان کرده و در مقابل کال آف دیوتی مدرن وارفیر 4 بتای عمومیش داره شروع میشه که مشخص بشه چه شکلی. من خودم خیلی اهمیتی به این دوتا بازی نمیدم، ولی خب این اتفاقا افتاده و اینا این کار کردن. مدیر ارشد سابق سونی شوها یوشیدا اومده درباره حذف نسخه های فیزیکی بازی ها گفته که علیرغم اینکه فروش زیادی و نسخه های دیجیتالی تجربه دارن میکنن، به نظرش میرسه که هیچ تأثیری حذف نسخه های فیزیکی بازی ها، هیچ تغییر بنیادینی ایجاد نمیکنه، یعنی هیچ اتفاق خاصی نمیفته به نظر ایشون. طی خرید شدن EA به طور کامل فکر کنم سهام EA توسط عربستان سعودی، سرورهای قدیمیشو شرکت EA داره خاموش میکنه که تا چند روز دیگه به طور کامل خاموش میشن. احتمالش وجود داره که تو 8 سپتامبر بازی میوجنیکس عرضه کنسولی خودشو بگیره. میوجنیکس یه بازی نوبتی گربه‌ایه و خیلی فوق‌العاده است. بازی جدید سازنده های The Binding of Isaac و اون بازی هم خیلی فوق‌العاده است. اون رو هم برین حتما بازی بکنین اگر که بازیش نکردین، چون از این الماس هایی که گم میشن، چون اینقدر ریزن. تو آخر ماه آگست رزونانس پلیگ تیل لگسی نسخه سوم این مجموعه منتشر میشه و بازی استراتژی نوبتی استار وارز زیرو کامپانی منتشر میشن. پلیگ تیل لگسی کلا متدش با بازی قبلش عوض شده و بازی قبلش هم بال بودن، جالب بودن. این بازیش دیگه کامبت گرفته، یه کامبت خفن هکن اسلش توری گرفته که مبارزات توش خیلی سریع و جدی شدن، با شمشیر شما می جنگین و جالبه.
من که باید برم بقیه نسخه هاشم بازی کنم قبل از اینکه بخوام این یکی رو بازی کنم، ولی خب کاش میتونستم بازیش کنم. دلم میخواد اینو بازی کنم، نمیخوام نسخه های قبلیش رو بازی کنم، ولی اونام باحالن ها. گیم پلی خیلی برای من حال نمیده. استودیو کامپالشن، استودیو سازنده بازی ساوث آف میدنایت، داره کاراشو میکنه و داره به طور کامل از ایکس باکس جدا میشه تا به یه استودیوی کاملا مستقل تبدیل بشه. بازی فایتینگی که از روی کاراکتر لیگ آف لجندز ساخته بودنش که من هیچ وقت نتونستم بازیش کنم چون روش میزد It's not available in your country، که من شاشیدم به این ریجنی که من درش حضور دارم که هیچ چیز اویلیبل نیست در این کانتری. داره به طور کامل توسعه بازی رو متوقف میکنه، توسعه مداوم بازی رو داره متوقف میکنه، ولی سروراش مثل این که هنوز فعال میمونن و قابل بازی، فقط دیگه توسعه نمیدن این بازی رو. بلاد آف دان واکر قراره به زودی، فکر کنم 10 روز دیگه 9 روز دیگه قراره عرضه بشه و یه ویدیو داد از فریمش روی کنسولا که 2 حالت داره، حالت 30 فریم و حالت 40 فریم فکر میکنم که اصلا 60 فریم اجرا نمیشه، ولی خب به نظر من 40 فریم ثابت فریم خوبیه به نظرم. با اون طراحی بصری که اون بازی داره واقعا من منتظر این بازیم که ببینم چجوریه و حتما بازیش میکنم روزی که اومد. شاید هم حالا یه ویدیو ساختم نمیدونم. جدای از اینا، جدا از این خبرهایی که اتفاق افتاد، این داستانهایی که داریم، فردا گیمزکام نمایش داره و کلی منتظرم ببینم چه بازیایی توش نمیدونم نشون داده میشن و این حرفا. خیلی من برای اینجور مراسم هیجان زده میشم همش و منتظرم ببینم. شاید ویدیو بعدی رو راجع به اون ساختم اصلا. بعد میخواستم حالا بعد از این اخبار و این داستانا یه سری بازی یه سری بازی معرفی بکنم که شما بریم بازی کنین. بازی اول کایرن، نمیتونم اسمشو بخونم، CAIRN می نویسمش براتون. بازی شبیه ساز کوهنوردی طوریه که جالب به نظر میاد. من خودم بازیش نکردم ولی میخوام بازیش بکنم بعد از اون بازی جوسانت که خیلی باحال و بامزه بود. اینم یه وایب باحالی داره که به نظر که گیم پلی خفنی باید داشته باشه. میخوام اینو بازی بکنم. پرگماتا واقعا حال میداد، واقعا بازی باحالی بود. من تا اواسط بازی پیش رفتم و خب این بیماری من که از اواسط بازی ها رو رها میکنم اجازه نداد من تمومش کنم، ولی واقعا فوق‌العاده بود پرگماتا. و یه بازی رترو، اونم چه زمانی بهتر از اینکه متال گیر سالید کالکشن جدیدش داره میاد و چه زمانی بهتر از این زمان که ما بشینیم اینو بازی بکنیم. داره میاد بشینیم بازیش کنین. بازی فوق‌العاده‌ای توی این پک هست که تا الان نمیتونستیم بازیشون کنیم روی پی سی یا روی هر کنسول دیگه ای 60 فریم حداقل به صورت روون و مثل آدمی زاد نمیتونستیم بازیشون کنیم و الان میتونیم. برین اینا رو بازی کنین و کیف و حال کنید. مراقب خودتون باشین حتما. اگر میخواین که من به این فعالیت هم ادامه بدم و فعالیت منو دوست دارید و میخواید کمک کنید که من فعالیتمو گسترده تر بکنم، حتما منو حمایت کنید با لایک و کامنت خودتون. و اگه فکر میکنید کسی از دوستاتون از ویدیوهای من خوشش میاد، ویدیوهای من رو براش ارسال کنید. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.